سلام بچه ها، اومدیم با چالش 5 روز 5 تا آموزش هیپ هاپ. امروز روز اوله و ما آموزش حرکت بانس رو داریم. بچه ها، اولین چیزی که توی هیپ هاپ شما باید تمرین کنین تمرین بانس هست. به چه صورته؟ یعنی اینی که شما خودتو تصور کنی که روی یه فنر قرار داری، یه فنر زیر پات. خیلی نرم شروع میکنی زانوها رو یه کوچولو خم میکنی، صاف میکنی. وقتی صافش میکنیم قفل نمیکنیم زانو رو، مواظب باشین به زانوی خودتون آسیب نزنید. زانوها خم میشه، صاف میشه، صافه ولی قفل نیست. یعنی اینجوری خیلی تا ته صاف نمیکنیم زانو رو. خب این اولین تمرینه که شما خیلی آروم شروع میکنین برای اینکه راه بیافتین توی یادگیری رقص هیپ هاپ. اینو شما باید بشونین رو بدنتون. چجوریه؟ موزیک های هیپ هاپی که دوست دارین رو با این موزیک ها شروع میکنین بانس رو تمرین کردن. خب حسابی شما پس روز اول با موزیک دلخواه اینو تمرین کنید. اولش خیلی اینطوری ربات باشین یا عجیب باشه واسهتون یا فکر کنین که خیلی آسونه، ولی اینطوری نیست. شما باید اینو یاد بگیرین که توی همه حرکتاتون، هر حرکتی که توی هیپ هاپ می‌بینین این بانس رو بهش اضافه کنین. یه ذره شروع کنید باهاش راه رفتن. خب پس شما اولین حرکت بانس رو تمرین می‌کنین. این از نمای بغل. فردا میبینمتون با آموزش دوم از هیپ هاپ، حرکت راک بدن. همینجا میبینمتون.